کشور ایتالیا به آن خانواده هایی که در بامیان در مغاره ها زندگی میکنند خانه می سازد. به اساس گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل امارت است، این تعهد از سوی رئیس پانتونی فلورانس ایتالیا میرالا لودا در ملاقات با سرپرست وزارت شهرسازی حکومت شیخ حمدالله نعمانی در کابل اعلان شده است. به اساس گزارش خانم لودا گفته که می‌خواهد به ارزش $300,000 دو پروژه را در بامیان عملی کند. او افزوده است برای کسانی که در مغاره ها زندگی می‌کنند 100 خانه می‌سازد و یک برنامه را برای بازسازی منطقه زرگران در این ولایت عملی می‌کند که چهره این منطقه بسیار خوب خواهد شد. قابل یادآوری است که تا حال چندین بار و در وقت نظام جمهوری هم برای ساختن خانه با کسانی که در مغاره ها در بامیان به سر میبرند تعهد صورت گرفته بود، اما تا به این دم این تعهدات عملی نشدند.